کامپیوترت کند شده؟ قبل از اینکه خودتون ناراحت کنیم ویدیو رو ببین. خیلی پیش میاد که کامپیوترهای ما بعد از یه مدتی دیگه مثل قبل نیستن، سرعتشون، عملکردشون اینا ضعیف‌تر میشه. روش‌های مختلفی برای حل این مشکل وجود داره. توی قسمت دوم مینی دوره ویندوز پلاس به شما یاد خواهم داد که با یه سری کار کوچیک و ساده سرعت کامپیوترتون رو بهتر کنید. هرچند روش‌های دیگه‌ای هم هست که تو قسمت‌های بعد خواهم گفت، اما فعلا این ویدیو رو لایک کن، همینا رو یاد بگیریم تا بریم سراغ بعدی. خب یکی که میتونیم بیایم اینجا و برنامه‌های تو استارتاپمون رو ببندیم، میرسیم استارتاپ اپس و همه اینها رو خاموش می‌کنیم. دو اینکه میایم اینجا میرسیم بک‌گراند و وارد بک‌گراند اپس میشیم و تمامی برنامه‌هایی که اینجا هست رو خاموش می‌کنیم. سه اینکه دوباره میایم اینجا میرسیم استوریج و وارد استوریج ستینگ میشیم و این استوریج سنسی که اینجا داریم رو روشن می‌کنیم. چهار اینکه دوباره میایم دکمه ویندوز میزنیم، اینجا میرسیم پاور و روی این بتون کلیک می‌کنیم و یه دونه پلن جدید می‌سازیم. روی این کلیک می‌کنم، میذارمش حتما روی های پرفورمنس، نکست رو میزنم و اینجا هم عمل می‌کنم نول و کرییت رو میزنم. پنجم میام دکمه ویندوز رو کلیک می‌کنم، میرسم system.cpl و وارد این منو میشم، وارد سیستم پراپرتیز میشم. اینجا توی تب ادوانس میام، اینجا رو پرفورمنس رو کلیک می‌کنم و این گزینه رو میذارم روی ادجاست فور بست پرفورمنس. ششم اینه که برای خالی کردن تمپتون و فضای رمتون کافیه بیاید این برنامه‌ای که من اینجا دارم، یعنی پی سی منیجر رو تو استور مایکروسافت دانلود کنید و هر از چندگاهی اینجا اونو بوست رو بزنید تا فضای رم و تمپتون رو خالی کنه. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما اون رو با دوستات به اشتراک بذار و نظرت رو برام بنویس. همچنین میتونید با این آیدی که اینجا نوشتم من رو در اینستاگرام و یوتیوب دنبال بکنید. تا هفته آینده و قسمت سوم مینی دوره ویندوز پلاس، بدرود.